تو همین لحظه بدن تو داره کارهایی انجام میده که اگه بفهمی حیرت میکنی. از قلبی که مثل موتور جت کار میکنه تا مغزی که وقتی خوابی هم بیداره. 10 تا از عجیب ترین واقعیت ها رو الان بهت میگم. لطفاً جهت حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. آیا میدونستی بدن تو پر از رازهای عجیبیه که حتی خودت هم ازشون خبر نداری؟ تو این ویدیو میخوام 10 حقیقت جالب و عجیب درباره بدن رو بهت بگم. 1. قلب تو روزانه بیش از 1000 بار میتپه. یعنی چیزی حدود 35 میلیون بار در سال. واقعا خستگی ناپذیره. 2. مغز حتی در خواب هم فعاله. بعضی وقتا مغزت وقتی خوابی بیشتر از زمانی که بیداری فعالیت میکنه. 3. پوست بزرگترین اندام بدنه. یه فرد بالغ حدوداً 2 متر مربع پوست داره. 4. استخوان‌های گوش کوچکترین استخوان‌های بدنن. اونا کمتر از 1 سانتیمتر طول دارن ولی برای شنیدن حیاتی هن. 5. اسید معده میتونه فلز رو هم ذوب کنه ولی نگران نباش، لایه محافظ معده جلوی آسیب رو میگیره. 6. اثر انگشت منحصر به فرده اما اثر زبان هم منحصر به فرده. هر انسانی الگوی زبان خاص خودشو داره. 7. بدن انسان روزانه حدود 40,000 سلول مرده پوست از دست میده. بیشتر گرد و خاکی که در اطراف میبینی از سلولهای پوست مرده است. 8. مغز هیچ حسی از درد نداره. برای همین جراحان مغز میتونن بیمار رو در حالت بیدار عمل کنن. 9. سرعت عطسه میتونه به 160 کیلومتر در ساعت برسه. برای همینه که باید حتما جلوی دهنت رو بگیری. 10. نوزادها با حدود 270 استخوان به دنیا میان ولی بزرگتر که میشن فقط 206 تا میمونه چون بعضی استخوان‌ها با هم جوش میخورن. دوستای عزیزم، کدوم یکی از این حقایق براتون جالب تر بود؟ تو کامنت ها برام بنویسید.